به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان شطرنج. من امین محمد شمالی هستم. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و امروز میخوام یکی از بازی خودم رو براتون به نمایش بذارم و امیدوارم که از دیدن این بازی و این ویدیو لذت ببرید. من اینجا با مهره سیاه بازی میکنم و حریفم که ریتینگ 2480 بود با رنگ مهره سفید بازی رو با حرکت E4 شروع کرد و من با E5 جواب دادم. اسب F3 از C6 فیل C4 اسب F6. اینجا مثلا من انتظار داشتم که یه D3 از G5 قلبه چیزی بازی کنه که D4 کرد و من زدم. اینجا من انتظار داشتم که قلعه بره و فیل C5 کنن، وارد شاخه‌های مکس لانچ بشه که حریف مستقیم E5 کرد و من با حرکت D5 جواب دادم، حرکت فیل B5 و در اینجا دو تا آپشن وجود داره، یکی اسب E4 هستش و یکی از D7. معمولا اینجا اسب E4 رو پیشنهاد میده، ولی خب همونجا که ادامهش یه مقداری پیچیده و سخت میشه، حرکت اسب D7 رو من برای این بازی انتخاب کردم و حریف اسب خونه C6 رو با فیل زد و من با پیاده پس گرفتم. اینجا قلعه رفت و حرکت C5. سعی کردم که پیاده مرکزی رو کنترل کنم و حریف با حرکت رخ E1 سعی داره فشار به مرکز بیاره. اسب B6 حرکت فیل G5 که زیاد حرکت جالبی نیست، چون من دنبال این هستم که فیلم رو گسترش بدم و قلعه برم و حریف کار رو برام سرعت بخشید و حرکت فیل E7 زد و با وزیر زدم، حرکت C3 و سرباز زدم، اسب در C3 و حرکت فیل E6. در اینجا حرکت A4 رو بازی کرد حریفم و با A5 جواب دادم، حرکت وزیر E2 که میخواستش اتصال بین دوتا رخش برقرار بشه و یه جور گسترشش کامل بشه. حرکت قلعه برای کامل کردن گسترش و حرکت رخ D1 فشار به مرکز و ساختار پیاده ایم. حرکت D4 که حرکت زیاد جالبی نبود، حرکت اسب E4 و حرکت H6 که مانع از اسب J5 میشه. حرکت رخ C1 اسب در A4 حرکت زیاد جالبی نبود و برترین به مقدار زیادی از بین رفت و حریف باید حرکت رخ C2 وزیر C2 رو انجام میداد و حرکت نچندان خوب وزیر B5 رو انجام میده و وزیر D7 فیل D7 وزیرشو بر میداره و حرکت اسب در B2 وزیر در C5 وزیر در C5 و اسب در C5. اینجا حرکت درست رخ F8 هستش، ولی من حرکت رخ A D8 رو بازی کردم.
دلیل بد بودن این حرکت این هستش که دیگه پیاده آ5مون یه مقدار ضعیف میشه و پیاده رونده به اون قدرتمندی که قبلا بود دیگه نیست و آسیب پذیر میشه. حرکت اسب در D4، حرکت A4 و حرکت نچندان جالب از حریف و همچنین حرکتی که زیاد برای سیاه هم جالب نبود و اینجا باید حرکت فیل E6 رو انجام میدادم که فیل F5 بازی کردم. اینجا حریف یه جوری بلاندر میکنه و اسبو میذاره خونه آسه و من باید اینجا اسبو میذاشتم خونه D3 که با اسب بزنه با رخ بزنم و به خونه آسه که اسب در اونجا هستش فشار بیارم، ولی من حرکت رخ D2 رو بازی کردم. حرکت اسب C4 زدم با رخ زد و آسه رخ A1 A2 و حرکت اسب E4 با رخ B2 جواب دادم و اسب C3. اینجا طرح این بود که رخشو از بازی بیرون کنم و منظورم این هستش که رخشو حرکتاشو محدود کنم و نتونه مثلا بازی نداشته باشه رخش. اینجا حرکت رخ در C7 رو انجام داد و من اینجا حرکت و رخ C2 رو بازی کردم. جایی که اسب D5 یا اسب B5 میکرد که بخواد رخش رو دفاع کنه، رخش رو میزدم، مثلا اگه میامد اینجا میزدم میزد حرکت رخ اینجا، به خاطر اینکه شاهش حرکتی نداره و اگر اسبش رو برداره مات میشه اسبش رو میداد. برای همین حرکت H3 رو بازی کرد، با رخ D8 جواب دادم و شاه H2 رخ D3 و اسب B5 حرکت رخ B2 و اینجا زمان حریفم میفته و من برنده میشم. در کل که این بازی من برنده بودم در اینجا و اگر هم که تایم حریف نمیافتاد میتونستم ببرم. و اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد ما رو دنبال کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و خدا یار و نگهدارتون باشه.